یه سریا بهم پیام دادن ای محمد جواد هوتیان، تو تا حالا اصلا سر فیلم برداری این برنامه ها رفتی ببینی چه جوری ساخته میشن؟ ادعا میکنی میگی من میخوام یه رئالیتی شو بسازم به اسم اتاق پیانو، بعدم دیدی که از فالوورام میخوام به عنوان شرکت کننده تو این برنامه استفاده کنن. ببین من جواب این سوالو نمیدم، اما نکته که باید بهش توجه بکنید چیه؟ اینه که ببینید همه میدونن دیگه، منو همه میشناسن. محمد جواد هوتیان. محمد جواد هوتیان. محمد جواد هوتیان. آقا محمد جواد هوتیان. به اتفاق محمد جواد کجا رفت؟ محمد جواد چرا نمیای پایین؟ خب موندگار شدی، چرا بالا برگردی؟ بیا پایین. محمد جواد هوتیان. محمد جواد هوتیانه که یک پدیده خیلی خاصی که در واقع کشفش کردیم. محمد جواد هوتیان. اگر خیلی بی‌ادبه.